کلوب از جمله قدیمترین شهرهای آسیای مرکزی است که با تاریخ کهن خود توجه عالمان و سیاحان عالم را به خود جلب نموده است. تاریخ بیش از 2700 ساله داشتن این شهر را حفریات گوناگون باستانشناسان شهادت می‌دهد. در تاریخنامه‌ها کلوب همچون شهری آباد و دارای مردم هنرمند و در عین زمان دلیر و جسور ذکر یافته است. در سالهای 1993-1994 باستانشناسان پاول سامویلیک و مظفر عزیزов از شفت آرامگاه میرسعید علی همدانی خمدان را پیدا کردند که به عصر 7 پیش از میلاد منسوب بود، یعنی 2700 سال عمر داشت. در اطراف شهر کلوب باستانشناسان بیش از 200 خندق را مورد آموزش قرار دادند که 5 تای آن در حدود خمدان‌های مقبره میر کبیر محفوظند. بازیافت قلعه قدیمه با عنوان قلعه کلوب در موضع امروزه گذر چرمگران یکی از شهرهای قدیمترین آسیای مرکزی بودن شهر کلوب را گواه است. شهر کلوب از 4 جماعت و 63 محله عبارت می باشد که در آنها بیش از 200,000 اهالی زیست و زندگانی می کنند. در عین حال کلوب سیومین شهر کلانترین تاجیکستان به حساب می رود. جای ذکر است که با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شهر کلوب به حیث پایتخت فرهنگی دولت‌های مشترک المنافع شناخته شده در آن مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی فعالیت می کنند. در این راستا می توان از چنین مؤسسه‌های کلان فرهنگی قصر فرهنگ، تئاتر ولایتی مضحکه موسیقی شهر کلوب به نام سید علی ولیزاده، کالج موسیقی، انسامبل فلک، مکتب‌های مخصوص رسامی و گروه‌های رقصی و سازی، آمفی‌تئاتر و باز چند دیگر را همچون مثال یادآور شد.